سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که لایو ایونت سیزن 3 چپتر 6 رو ببینی به همراه اسکین دایگویی که من گذاشتم. چیزی که شنیدم که رپ داره، به خاطر همین اسکین دایگو رو از تو شاپ خریدم و گذاشتمش. به همراه این دوتا دوستم قراره که بریم ببینیم که چی میشه. Let's go. خب برای اینکه بریم اون ایونت رو ببینیم فکر کنم باید بریم اینجا. بعد خب باید لند کنیم. چند ثانیه مونده؟ 1 دقیقه و 30 ثانیه اگه اشتباه نکنم مونده تا لایو ایونت شروع بشه. طبق چیزایی که من شنیدم توی لایو ایونت قراره که سوپرمن رو ببینیم و چند تا از مثلا اسکینای بتل پس اگه اشتباه نکنم و دایگو رو قراره که با هم ببینیم توی این لایو ایونت. اصلا ایده‌ای ندارم چه شکلی میتونه باشه و چیه. میتونه هم خیلی باحال باشه هم خیلی بد باشه. و از اونجایی که ما چند تا مچ قبلی مثلا استارت کردیم اومدیم اینجا کلا نت کل اسکواد بد میشد، برای همین اینجا میایم و میبینیم که نت بد نشه و تصویر بهتری رو با هم ببینیم. خب اینجا لند کنیم. خب یکی انمی هم اونجا هست، امیدوارم که به ما کاری نداشته باشه. نت بد شد دوباره 400. ای بابا پینگمون داره 400 دوباره. امیدوارم که بتونیم ما ببینیم. بعد واقعا لایو ایونت از دست بدیم دیگه. برقا هم بره دیگه. 10 ثانیه. 9 8 7 6 شده اینجوری میره جلو. 5 فکرم نت هم ضعیفه. 4 3 2 و 1 شروع میشه ایونت سیزن 3 چپتر 6. ببینیم که چی میشه. فعلا که اتفاقی نیفتاده. هوا رو یه ذره نگاه کنیم. خب نه هیچی نیست. چی شده؟ زوم شد صفحه. دایگوه، همین اسکینی که من گذاشتمه. بریم یه ذره نزدیکتر. دایگوه داره قدرت های این سنگا رو میکشه فکر کنم. آره. بعد چی میشه حالا؟ خدا رو شکر میزنه اینجا رو نابود میکنه. خدا رو شکر. واقعا شلوغ بود، بیش از حد شلوغ بود. نابود میکنه اینجا رو. او این هم اختاپوسه است. فکر کنم لوگینگ اسکینی نبود. اومد و الان باید هم حرف بزنم فکر کنم. نمیدونم میبینتش. او میزنتش. خب دایگویی که این همه قدرت داره خب با یه چک قشنگ خوابون زیر گوشش کمیکی شد. خب اینجا اسکینای بتل پس همونجوری که گفتم فکر کنم باشن. این همون چند تا اسکین بتل پس که گاناشون و این هم هست. داره میگه فکر کنم اینا اومدن. آره اینا اومدن. خب حالا میتونیم حرکت کنیم فکر کنم. آره بعد بریم پیشش. خب بعد بزنیمش. آره بعد بزنیمش. و من چون رفته بودم اونجا تا کوه ببینم خب به فکر این نبودم گام بردارم گام پیدا کنیم. گام پیدا. خب گان نیست اینجا. ول کن دیگه. میریم نگاه میکنیم. بهترین کار. چه صحنه قشنگیه خدایی. همه دارن بهش تیر میزنن، اونم که داره به ما تیر میزنن. دمیج هم میده. نمیدونم بمیریم چی میشه ولی خب دمیج هم میده. دمیج زیادی هم نسبتا نمیده ولی خب بازم دمیج میده. زیاد دمیج نمیده. یه دمیج میده. خب صفحه دوباره کمکی شد. این یاروه اومد. داره کمکمون میکنه که بتونیم بزنیمش. خب زدتش. یه ذره جونش کم شد. حالا چی میشه؟ این یاروها پرت کرد. دمیج میزنه. اینا لیزر پرت کرده این سوپرمن. ولی فکر نکنم بمیریم یعنی مثلا بیا بمیریم ری اسپام میشیم فکر کنم. حالا این سگا ول بدیم فعلا.
سگ میقلی. خب سگ اومدم فکر نکنم بتونم بهش دمیج بزنن. صحنه خیلی جالبیه خدایی. کلا ایونت باحالیه. تقریبا جونش 1/3 شده و این یارو اومد نگه میتونه اسلاموشن میکرده، بعد میتونستی با کلت بزنی، دابل پیستول داشت. خب تیر میزنم بهش دوباره و خیلی کمکمون کرد. یکی یه کوچولو بیشتر از اون کمک کرد. میفرستت همون هوا. صحنه باحالیه خدایی. اینجا گان هست، برداریم. گانا همشون هم لجندن خدایی. دمش گرم. 300 400 500 600 700 800 900 1000 تا 1100 200 300 400 500 600 700 1736 تا ما تونستیم بهش دمیج بزنیم. دوباره دمیج میزنیم بهش. من برای خیلی سوال شده بمیریم چی میشه. همینطوری هم که میبینید نفر سوم اسکواد ما جونش خیلی کمه. خدا کنه بمیره که ما ببینیم چی میشه دیگه بمیریم. خب تیر میزنه، صفحه نمیلرزید، میلرزه صفحه. دوباره کمکی شد. این خفاشی اومد. خفاش کلاغه چیه؟ میزنتش. اینم خوب کمکمون میکنه خدایی. خب تمام نشده بود که جونش، خدا رو شکر. ولی خب کم بود، فکر نکنم اینجا تموم بشه. اینجوری باشه که خیلی کم میشه. چرا همه دارن میرن مثلا ما میریم دیگه. قاعدتا تموم شد دیگه. داره یه اتفاقی دوباره میفته. بدبختی گیر کردیم و زودتر راه میافتادیم الان اون تو بودیم قشنگ میتونستیم ببینیم. جونش شد 2 تا 3 تا. من اینو نمیزنم که حال داره بیاد 3 تا جونشو بزنه. من فقط نگاه میکنم در نقش یک داور. چی شد؟ چرا هممون رفتیم هوا؟ او داره انرژیشو جمع میکنه بزنتمون. فکر کنم میزنه بعد میریم یه جای دیگه، مثلا بهشتی جهنمی جایی. گوشتشو چه خوب در آوردن خدایی. کیه؟ سوپرمنه؟ سوپرمن داداش چطوره؟ خب یه جونشو یه حرکت نصفش خیلی قویه خدایی. ولی خب اینا همه رو داره با لیزر میزنه. جا خالی بابا. داداش هم سوپرمن. یه مشت بنده خدایی که ما داشتیم زجه میزدیم بکشیمه شد خوابوند. زودتر میامدی میمردی، زودتر میامده خدایی. اینا رو هم میزنه و ما همچنان رو هواییم. خب اینا رو میزنه و چی میشه؟ و غیب شه یا مثلا بره تو زمین. رفت تو هوا. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید این ویدیو رو، چنل هم سابسکرایب کنید. فعلا خداحافظ.